شنیدی بعضی عشق‌ها مرز بین زندگی و مرگ رو نمیشناسن. در افسانه ها و حتی گزارش های واقعی داستان هایی هست از ارواح هایی که عاشق انسان ها شدن. میگن این ارواح معمولاً کسایی هستن که توی دنیا عشقشون ناتمام مونده، مثلا معشوقی که از دست رفت یا عشقی که هیچ وقت بهش نرسیدن و وقتی میمیرن روحشون به این حس وابسته است و دنبال جایگزین میگرده. خیلی ها باور دارن وقتی شبها حس کردی کسی کنارت خوابیده، نفس میکشه یا حتی دستتو گرفته، ممکنه یه روح عاشق باشه، روحی که نمیخواد تو رو از دست بده. اما مشکل اینجاست، عشق ارواح مثل عشق انسان نیست. اونا نمیتونن خوشحالت کنن، نمیتونن با تو زندگی کنن، فقط میتونن تو رو تسخیر کنن. کابوس ها، خستگی های عجیب صبحگاهی بعد از خواب، حس خفگی تو خواب، نشونه هایی از عشقیه که از دنیای مردگان اومده. حالا به نظرت این فقط یه افسانه است یا ممکنه همین الان کسی از دنیای دیگه معشوقی داشته باشه؟ اگه برات جالب بود لایک و فالو کن، روحم شاد شه. تقدیم با عشق.